سلام دوستان عزیز، من عاطفه هستم و شما با عاطفه ونتورس همراه هستید. امروز من تصمیم گرفتم به منطقه ترستوره در شهر روم برم و بعد از گشت و گذاری در اونجا به باغ گیاهشناسی روم سری بزنم. این منطقه نام خود رو از رود توره یا به انگلیسی تیبر گرفته و در نزدیکی رودخانه بزرگ قرار داره. این رودخونه با پیش و تاب‌های زیاد خود صحنه‌های بسیار زیبایی رو در شهر روم خلق کرده و پل‌های زیادی روی اون قرار داره. و بسیاری از عشاق قفل‌های عشق خود را به جای جای این پل بستند. به سمت محله ترستوره میرم. امروز 8 مارس و روز جهانی زنه و این گلای زرد در ایتالیا مخصوص این روزه که به زنها هدیه داده میشه. محله ترستوره یکی از شناخته شده ترین و مشهورترین محله های شهر روم ایتالیا است که قدمت اون به روم باستان برمیگرده. این محله سنگفرش با کوچه های پرپیچ و خم پر از لوکال ها، بارها، غذا فروشی ها، مشروب فروشی ها و هنرمندان خیابونیه که در همه زمان هفته مخصوصا آخر هفته ها محل جمع شدن جوون ها، مردم و توریست هاست که در این خیابون ها قدم میزنند و همچنین بناها، کلیساها و خانه‌های قدیمی زیادی اینجا قرار داره. به سنت روم با اینکه کوچه ها باریکه، میزهایی هم بیرون رستوران ها هست که مردم غذای خود رو بیرون میخورن. مخصوصا در زمانی که هوا گرمتر میشه و در تابستان رویدادها و ایونت‌های مختلفی در این محله و نزدیکی رودخانه توره برگزار میشه. سمت باغ گیاهشناسی روم میرم که زیر نظر دانشگاه ساپینزا اداره میشه. بلیت ورودی 5 یورو بود. این باغ که قبلا یک جای خصوصی بوده از سال 1883 تبدیل به یک باغ عمومی میشه. این باغ در حدود 3000 گونه مختلف گیاهی از همه جای دنیا رو در خودش جای داده و شامل گلخانه‌های مختلف هم میشه. و همچنین برنامه‌های مختلف فرهنگی هم اینجا برگزار میشه. این مکان حدود 12 هکتار وسعت داره. با توجه به اینکه اینجا بلیت ورودی داره مثل یک پارک شلوغ نیست و مکان خوبیه در دل شهر برای قدم زدن و لذت بردن از طبیعت. امشب یکی از لوکال‌های ترستوره رفتم که اونجا با یک گروه اینترنشنال قرار دوستانه داشتیم. معمولا یک سنتی که در ایتالیا رایجه، مخصوصا در بعد از ظهرها یا بعد از شام، یک نوشیدنی با مقدار خوراکی در بارها، لوکال‌ها سرو میشه که به اون اپرتیو میگن. منم یه نوشیدنی لیمویی و یکم خوردنی سفارش دادم. دوستان عزیزم، مواظب خودتون باشید، منتظر ویدیوهای آینده من باشید، حمایت از کانال من فراموش نشه. مرسی.